موقعی که در لندن یک نمایشگاه خیلی بزرگ برگزار میشه، یک هنرمندی به اسم مارسل دوشان میاد و یک کار خیلی جسورانه انجام میده. یک آبریزگاه که حالا ما میگیم دستشویی مردانه امروزه، به عنوان اثر هنری خودش میفرسته به این نمایشگاه و وقتی اون رو ارسال میکنه خیلی با رأی منفی مخاطبین، هنرمندان اون زمان مواجه میشه و اینکه همه میگن که این چیه برای ما فرستادین، اثر هنری نیست. حرفی که این آدم میزنه این هستش که میگه مفهوم هنر من خیلی مهمه و از اونجا یک جنبش خیلی بزرگ به وجود میاد. یعنی مفهومی بودن هنر اون زمان بوده که وارد میشه. شما به عنوان یک هنرمند، نقاش، مجسمه ساز، کسی که داره تئاتر کار میکنه، کسی که توی هر زمینه‌ای فعالیت هنری داره، چقدر به مفهوم کاری که انجام میده فکر کردین؟ اگر تا به الان به اون مفهومی که میبایست فکر نکردین و اون حسی که از کارتون باید دریافت میکردین ایجاد نشده، شاید بعد یک تغییری توی اون رویه‌ای که دارین انجام میدین پیش بیارین. من همیشه به همه هنرجوام چیزی که توصیه میکنم این هستش که مفهوم اون کاری که دارن انجام میدن رو دنبال کنن. حالا صرفاً به این جنبه که ما داریم کار هنری انجام میدیم باید ببینیم که رسالت و مفهوم هنر چی هستش.